تو رابطه این؟ نه حقیقتا چرا؟ تازه کات کردم و بهم خیانت شده و خیانتم خیلی عجیب بوده برام. چرا عجیب بوده؟ چون رفته با یکی همسن و سال مامانش. واقعا؟ بعضی خودش هم خوب بود، دستش به دهنش میرسید. نمیدونم چرا این کارو کرد و هنوزم سواله برام. آها، یعنی شما فکر می‌کردین که شوگر داره ولی وضعیت مالش اوکیه. خب من میتونم بهتون یه چالش بدم؟ چی باشه؟ زنگ بزنید بهش ازش سوال کنید ببینید چرا این کارا کرد. الو بابا بیا عرفت، چه عجب یادی از ما کردی. خوبی؟ قربونت برم، تو خوبی؟ زنگ زدم بهت به خاطر سوالی که چند وقت ذهنمو درگیر کرده. خواستم بدونم من واسه تو چی کم گذاشتم که رفتی با یکی همسن و سال مامانت بهم خیانت کردی. من فکر کردم می‌خوای تو حرف قشنگ و خوشگل بزنی، باید زنگ زدی شروع کنی. من فقط سوالم همینه، جوابمو بده دیگه هم زنگ نمیزنم بهت. آخه این داستان داره، حالا تو هم می‌خوای داستان شروع کنی. داستان چی داره آخه؟ شنیدی میگن نه انتقام نبخشش، نه ببخشش. خب چه ربطی داشت؟ این کسی که پول منو خورده بود میشه پسر همون کسی که باهاش به تو خیانت کرد.